زیا جان، من با چند هزار کیلومتر فاصله از تو و با امید تو و همه زندانیان سیاسی به تو در سلولهای سرد و نمور زندان اهواز سلام میگویم. سلام من بر تو و بر همه آزادی خواهان و حق طلبان دربند. این پیام به بهانه سال روز تولد تو در شب یلداست. یلدای امسال با یاد تو و به نام تو در همیشه تاریخ خواهد ماند. تولدت مبارک زیا جان، بر تو و بر خانوادت که چون تویی را پروردند. یادم است در روزهای قبل از کنکورم در سال 88 تو و دیگر یارانت که شورای دفاع از حق تحصیل را تأسیس نموده بودین به من میگفتین که علی امسال خوب کنکور بده که دیگر امسال ستاره دار نخواهیم داشت و همه با هم به دانشگاه می رویم. قرار بود همه با هم به دانشگاه برویم، اما از اوین سر در آوردیم و تو را حتی در اوین هم نتوانستم تحملت کنم و به زندان کارون اهواز تبعیدت کردم که برای ملاقات با پدر و مادر پیرت هم محدودیت ایجاد شود. اما تو قوی تر از آن هستی که این سختی ها را نتوانی تحمل کنی. زیا جان، هیچ شب و روزی نیست که به تو و دیگر دوستان دربندمان فکر نکنم. تولدت مبارک. امسال که نشد، اما سال آینده در کنار تو و خانواده‌ات تولدت را جشن میگیریم. دوستدار تو، علی قلی زاده.